من زمان شاه 2 تا جلسه داشتم کاشون، یکی برای جوونا یکی برای بچه کوچولوها. جلسه که تموم میشد عصر جمعه جوونا عقب من راه میرفتن، جمعیتی از جوونها گفتن کیه؟ میگن قرائتی جوونا کاشون جمع کردن. خب ما یه پوز میدادیم، کیف میکردیم. بچه کوچولوها رو عقب من راه میگفتن بچه‌ها برید مدرسه، برید جلسه من میام. گفتن آقا اجازه میخوام با تو بیام. هر گفتن نه برید یعنی خجالت میگم که من راه برم، این کوچولوام عقب من بدون. چون این بچه کوچولوها کاشون یا عقب دیونه میدون یا عقب سکتوله. و من راه میرفتم، این کوچولوام عقب من میدودن. هر چی گفتم بروید اینا نرفتن. ولی تو دلم چی بود که زشت من با بچه‌ها را برم. خب رفتیم رسیدیم به یه گذری. یه پیرمردی هم میشناسیمش، حدود 90 سالش بود، هیچ هم سواد نداشت، سیب زمینی و پیاز میفروخت. تو مغازش بودم بیرون و یه نگاه کرد و گفت آقای قرائتی بیا. گفت تو برای خدا درس میدی؟ گفت خب بله برای خدا، ما که پول از اینا نمیگیرم. گفت اگر برای خدا درس میدی، خدای کوچولوها با خدای جوونا یه جوره. اگر با جوونا را میری کیف میکنی، با بچه‌ها را میری آرد میشه، پیدات خدا نیست، اینم یه دکونه کنار کوچه. یه حرف اولیاء الله. کی بود؟ تم خدا به ذهن انداخته که برو به قرائتی بگو مست نشین. آقای بهاءالدینی به من گفت اگر همه ایران تو تلویزیون بشینن، پا تلویزیون بحث تو رو ببینن، اگر خدا در کارت نباشه تو با میمو یه جور هستی. چون یه میمو هم برخصه نگاهش میکنه. نگاه مردم پا تلویزیون مقام الهی نیست، یه میمو هم برخصه نگاهش میکنه. قیامت پرده کنار بره، بعد میبینیم من قرائتی هستم یا میمون. تا قیامت نشده هیچ که قضاوت نکنه. خدای عاقبتمون ختم به خیر بفرما. قلب امام زمان را برای همیشه از ما راضی بفرما.